7 چیزی که روزه را نمیشکناند. پس این ویدیو را با دوستانتان به خاطر ثواب شیر بکنید. شماره 1: اگر کسی فراموش بکند که روزه است و چیزی بخورد، روزش نمیشکند و یک تحفه از طرف الله متعال است. شماره 2: از هر حصه بدن که خون بیرون بشود، روزه شخص نمیشکند. شماره 3: هنگام مسواک اگر دندانایتان خون شود، روزیتان نمیشکند و اگر خون داخل بدن شود یعنی داخل حلق شود، در اون صورت میشکنه. شماره 4: آب دهنتان را اگر بیرون بکنید، روزه شما نمیشکنه. شماره 5: در حالت روزه اگر پچکوری بزنید، روزه شما نمیشکنه و اگر پچکوری به خاطر قوت و به خاطر انرژی باشد، در اون صورت روزه میشکنه. با خون هدیه دادن روزه نمیشکنه. شماره 7: با کپل تراپی یا با حجامه روزه نمیشکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری در حدیث 1904 میفرماید که خداوند متعال فرمودند: هر عمل فرزندان آدم برای خود اوست جز روزه که برای من است و من خود پاداش را میدهم. جای دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید در صحیح مسلم حدیث 1151: روزه‌دار دو شادی دارد، یکی هنگام افطاریش و دیگر هنگام دیدار با پروردگارش.